به نام خداوند بخشنده مهربان. ای مردم، از پروردگارتان پروا کنید که زلزله قیامت حادثه ای بزرگ و هولناک است. روزی که آن زلزله بزرگ را مشاهده کنید، چنان ترس و وحشت وجودتان را فرا خواهد گرفت که هر مادر شیردهی کودک شیرخواره‌اش را از یاد میبرد و هر بارداری سقط جنین میکند و مردم را مست میبینی ولی مست نیستند، بلکه عذاب خداوند شدید است و هر کسی را از خود بی خود میکند. و از مردم کسی هست که ناآگاهانه درباره خداوند به جدال میپردازد و از هر شیطان سرکشی پیروی میکند. بر آن شیطان مقرر شده که هر کس ولایت او را بپذیرد، قطعاً شیطان او را گمراه میکند و به آتش سوزانش میکشاند. ای مردم، اگر درباره قیامت شک دارید، با دقت در وجود خیش شک خود را برطرف کنید. ما شما را از روییدنی های خاک آفریدیم، سپس از نطفه، سپس به صورت لخته خون، سپس به صورت چیزی مانند پاره گوشت که بعضی خلقت کامل یافته به دنیا می آیند و برخی خلقت کامل نیافته سقط می شوند. چنین کردیم تا برای شما روشن سازیم که بر هر چیز تواناییم و آنچه از جنینها را که بخواهیم تا سرآمدی معین در رحم مادران قرار می دهیم. سپس شما را به صورت طفل از رحم مادر بیرون می آوریم تا به حد رشد و بلوغ برسید. و در این میان بعضی از شما می میرند و برخی به پست‌ترین مرحله زندگی و پیری می رسند، تا جایی که دانسته های خود را از دست می دهند. همچنین در زمستان زمین را خشک و مرده می بینیم، اما هنگامی که باران بر آن فرو می باریم به حرکت در می آید و نمو می کند و انواع گیاهان زیبا می رویاند. بیان این مطالب به خاطر آن است که بدانید خداوند حق است و اوست که مردگان را زنده می کند و بر هر چیزی تواناست. و اینکه قیامت آمدنی است و شکی در آن نیست و خداوند تمام کسانی را که در قبرها آرمیده اند زنده خواهد کرد. و از مردم کسی هست که بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنی درباره خداوند به جدال می پردازد. با تکبر و غرور می خواهد مردم را از راه خدا گمراه کند. در این دنیا رسوایی دارد و در قیامت عذاب سوزان به او می چشانید. در قیامت به او گفته می شود: این عذاب سوزان برای دستاورد پیشین توست و قطعاً خدا به بندگانش ستم نمی کند. و از مردم کسی است که خداوند را تنها با زبان می پرستد. ایمان او در حاشیه و در مرز کفر است و با حادثه ای کوچک می لغزد. پس اگر خیری به او برسد بدان آرامش یابد
و اگر مصیبت و آزمایشی به او برسد دگرگون می شود و به سوی کفر می رود. چون این کسی در دنیا و آخرت زیانکار است. این همان زیان آشکار است. او جز خداوند چیزی را می‌خواند که نه زیانی به او می‌رساند و نه سودی. این همان گمراهی دور و دراز است. بلکه او کسی را می‌خواند که زیانش از سودش بیشتر است. چه مولا و سرپرست بدی و چه همدم زشتی. خداوند مؤمنان نیکوکار را در باغ‌هایی از بهشت وارد می کند که نهرها زیر درختانش جاری است. آری، خداوند هر چه اراده کند انجام می دهد. هر کس گمان می کند که خداوند هرگز پیامبرش را در دنیا و آخرت یاری نمی کند و به این خاطر ناامید و خشمگین است، باید طنابی از سقف خانه‌اش بیاویزد و خود را حلق‌آویز کند. سپس رشته زندگی خود را ببرد. آنگاه بنگرد که آیا نیرنگش خشم او را فرو می نشاند؟ و این گونه قرآن را به صورت آیاتی روشن فرو فرستادیم. و البته خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند. خداوند در قیامت میان مؤمنان مسلمان و یهودیان و سابئان و نصارا و مجوس و مشرکان داوری می کند و حق را از باطل جدا خواهد نمود تا گروندگان به حق از آلودگان به باطل جدا شوند و حق گرایان به بهشت و باطل گرایان به دوزخ درآیند. همانا خداوند بر هر چیزی گواه و از همه چیز آگاه است. آیا ندیدی که هر که در آسمان ها و هر که در زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم برای خدا سجده می کنند؟ البته بسیاری از مردم به خاطر تکبر و لجاجت قطعاً گرفتار عذابند. و هر کس را خدا خوار کند هیچ کس او را گرامی نخواهد داشت. همانا خداوند هر چه را بخواهد انجام می دهد. این دو گروه مخالف، گروهی که اهل عبادتند با گروه دیگری که سزاوار عذابند، درباره پروردگارشان به ستیزه و جدال پرداختند. پس برای کسانی که کفر ورزیدند لباسهایی از آتش بریده شده است و از بالای سرشان روی آنها مایع جوشان ریخته می شود. با آن مایع جوشان آنچه در شکمهای آنهاست و نیز پوست بدنشان گداخته می شود و گرزهایی آهنین برای عذاب آنان آماده است. هرگاه بخواهند به خاطر اندوه فراوان از دوزخ بیرون آیند، به آن برگردانده می شود و به آنان گفته می شود بچشید عذاب سوزان را. بیگمان خداوند کسانی را که ایمان آوردند و کارهای نیکو کردند به باغ‌های بهشتی وارد می کند که نهرها
از زیر درختان آن جاری است. در آنجا با دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته می شود و در آنجا لباسشان از ابریشم است و بهشتیان به گفتار پاک و دلنشین هدایت می شوند و به راه خداوندی که شایسته ستایش است راهنمایی می گردند. کسانی که کفر ورزیدند و مؤمنان را از راه خدا و مسجد الحرام باز می دارند که آن را برای همه مردم بومی و غیر بومی یکسان قرار داده ایم، آن کافران گرفتار قهر ما خواهند بود. و نیز هر کس بخواهد در آنجا به ستم از حق منحرف شود، به او از عذابی دردناک می چشامیم. و به یاد آور آنگاه که مکان کعبه را برای ابراهیم آماده ساختیم. به او گفتیم هیچ گونه شرکی نسبت به من روا مدار و خانه مرا برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان سجده گزار پاکیزه بدار. و در میان مردم بانگ حج برآور تا آنان پیاده و یا سوار بر مرکب‌های چابک از هر راه دوری به سراغ تو بیایند. مردم از هر جا به حج بیایند تا منافع گوناگون خود را از برکت این سفر معنوی مشاهده کنند و نام خدا را در روزهایی معین که برای قربانی اعلام شده بر دامهای زبان بسته‌ای که روزیشان شده ذکر کنند. پس چون قربانی کردید از گوشت آنها بخورید و بینوای فقیر را نیز بخورانید. زائران خانه خدا سپس باید آلودگی خود را برطرف سازند و به نذرهای خود وفا کنند و بر گرد خانه کهن و آزاد کعبه طواف نمایند. این است مناسک حج و هر کس آنچه را خداوند محترم شمرده گرامی بدارد قطعاً برای او نزد پروردگارش بهتر است. و 4 پایان برای شما حلال شده است مگر آنچه حرام بودنش در آیات دیگر بر شما خوانده می شود. پس از پلیدی بت‌ها دوری کنید و از گفتار باطل چون دروغ، بهتان، غیبت، شهادت ناحق و غنا بپرهیزید. حج گزارید در حالی که همگی خالص برای خدا باشید و هیچ گونه شرکی به خداوند نورزید. و هر کس به خدا شرک ورزد گویی از آسمان سقوط کرده و پرنده‌ای شکاری در هوا او را می رباید یا باد او را به مکانی دور پرتاب می کند. این است دستورات خداوند درباره حج. و هر کس شعائر خدا و نشانه‌های دینی را گرامی بدارد پس این بزرگ داشت از تقوای دل هاست.
برای شما در آن دامهای قربانی تا رسیدن زمان معین که عید قربان است منافعی است، مانند سواری و تغذیه از شیر و گوشت آنها. سپس جایگاه آن قربانی ها به سوی کعبه خانه کهن و آزاد است. و شما تنها امتی نیستید که تکلیف قربانی دارد. ما برای هر امتی آیینی قرار دادیم تا هنگام قربانی نام خدا را بر دامهایی که خداوند روزی آنان کرده ببرند. خدای شما معبود یکتاست، پس فقط تسلیم او باشید و فرمان برداران فروتن را به لطف و رحمت خدا مژده بده. همانان که هرگاه نام خدا برده شود دلهایشان از خوف خداوند می لرزد و بر آنچه از سختی ها به آنان می رسد شکیبایند و بر پاکنندگان نمازند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند. و قربانی کردن شترهای چاق را برای شما از نشانه ها و شعائر الهی قرار دادیم. در آنها برای شما خیر و برکت است. پس در حالی که برای قربانی در صف ایستاده اند نام خدا را بر آنها ببرید. پس چون به پهلو افتادند و جان دادند از گوشت آنها بخورید و به نیازمندان قانع و فقیران درخواست کننده نیز بخورانید. این گونه دامهای قربانی را برای شما رام و مسخر کردیم، شاید سپاسگزاری کنید. هرگز گوشت و خون حیوانات قربانی به خداوند نمی رسد، بلکه آنچه از طرف شما به او می رسد تقواست. این گونه خداوند حیوانات را برای شما رام و مسخر نمود تا خدا را به خاطر آنکه شما را هدایت کرده است به بزرگی یاد کنید و نیکوکاران را به لطف و رحمت خدا مژده بده. قطعاً خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند. بیشک خداوند هیچ خیانتکار ناسپاسی را دوست ندارد. به کسانی که مظلومانه مورد تهاجم و کشتار قرار گرفته اند اجازه دفاع و جهاد داده شده است و البته خداوند بر یاری آنان تواناست. کسانی که به ناحق از خانه و کاشانه خود رانده شدند و گناهی نداشتند جز این که می گفتند پروردگار ما خدای یکتاست. و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی کرد، صومعه ها و کنیسه ها و کلیساها و مساجدی که نام خداوند در آنها بسیار برده می شود ویران می گردید. و قطعاً خداوند کسی که دین او را یاری کند یاری می دهد. همانا خداوند نیرومند شکست ناپذیر است. همانان که اگر آنان را در زمین امکانات دهیم و به قدرت برسانیم نماز برپا می دارند و زکات می دهند و دیگران را به خوبی دعوت می کنند و از بدی باز می دارند و پایان کارها
با خداوند است. و ای پیامبر، اگر تو را تکذیب می کنند نگران مباش، زیرا قوم نوح و عاد و ثمود نیز که پیش از اینها بودند پیامبران را تکذیب کردند. و قوم ابراهیم و لوط نیز پیامبرشان را تکذیب کردند. و مردم مدین نیز پیامبرشان را تکذیب کردند. و موسی نیز از سوی فرعونیان تکذیب شد. پس به کافران مهلت دادم و همین که در غفلت غرق شدند آنان را به قهر خود گرفتم. دیدی چگونه کار آنها را انکار کردم و چگونه به آنان پاسخ گفتم؟ پس چه بسیار شهرها و آبادی‌هایی که آنها را نابود کردیم و مردمش ستمگر بودند. عذاب بر آنان فرود آمد و سقف خانه‌هایشان خراب شد و دیوارهای خانه‌ها بر سقف‌هایش فرو ریخت. و چه بسیار چاه پر آب متروک مانده و کاخهای برافراشته که بی ساکن است. آیا در زمین نگشته اند تا برای آنان دلهایی بیدار و بینا پیدا شود که با آن بیندیشند و حقیقت را بفهمند؟ یا گوشهایی که با آن حقیقت را بشنوند؟ البته چشمهای آنان کور نیست، لکن دلهایی که در سینه دارند نابیناست. و کافران از تو میخواهند که در عذاب شتاب ورزی و خداوند هرگز از وعده خود تخلف نمی کند و یک روز نزد پروردگارت همانند 1000 سال از سالهایی است که شما میشمرید. دور و نزدیک برای او تفاوتی ندارد. و چه بسیار از شهرها و آبادی‌هایی که به اهل آن مهلت دادم در حالی که ستمگر بودند، اما از این مهلت برای توبه و اصلاح خویش استفاده نکردند و بر کفر خود پای فشردند. سپس آن شهرها را با قهر خود گرفتم و بازگشت همه به سوی من است. ای پیامبر، بگو ای مردم، من برای شما هشدار دهنده‌ای روشنگرم. پس کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند آمرزش و روزی نیکویی دارند. و کسانی که در انکار و رد آیات ما تلاش کردند و چنین پنداشتند که می توانند ما را عاجز کنند و بر ما پیروز شوند، آنان اهل دوزخند. و پیش از تو هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه هرگاه آرزو می کرد و برای پیش برد اهداف الهی خود طرحی می ریخت، شیطان با وسوسه افکندن در دل مردم در طرح و آرزوی او خلل می افکند. اما خداوند هر چرا که شیطان از وسوسه ها و شبهه ها می افکند از بین می برد. سپس آیات خود را
محکم و استوار می سازد و خداوند آگاه و حکیم است. تا خداوند آنچه را شیطان در دلها می افکند آزمونی قرار دهد برای آنان که در دلهایشان نوعی بیماری است و نیز برای سنگ دلان و قطعاً ستمگران در جدایی و ستیزی دور و درازند و نیز برای آنکه آگاهان بدانند وحی کدام است و القاءات شیطان کدام و بدانند که طرح و آرزوی پیامبران حقی است از طرف پروردگار تو، پس به آن ایمان بیاورند و دلهایشان در برابر آن فروتن گردد. و قطعاً خدا کسانی را که ایمان آورده اند به راهی راست هدایت می کند. و کسانی که کفر ورزیدند همواره نسبت به این قرآن و نبوت تو در تردید به سر میبرند تا زمانی که قیامت ناگهان برای آنان فرا رسد یا عذاب روز عقیم، روزی که بر جبران گذشته قادر نیستند، به سراغشان آید. آن روز فرمان روایی مطلق برای خداست. او در میان مردم داوری می کند. پس کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند در باغهای پر نعمت بهشت خواهند بود. و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را تکذیب کردند، پس برای آنان عذاب خار کننده است. و کسانی که در راه خدا هجرت کردند سپس کشته شده یا مرده اند، قطعاً خداوند رزق نیکویی به آنان خواهد داد و خداوند بهترین روزی دهندگان است. بی تردید خداوند آنان را به جایگاهی وارد می کند که مورد رضایتشان باشد. همانا خداوند دانا و بردبار است. آری چنین است. و هر کس به همان مقدار که به او ستم شده مجازات کند ولی باز هم به او ستم شود، قطعاً خداوند او را یاری خواهد کرد. البته خداوند بخشایشگر و آمرزنده است. این وعده نصرت الهی به خاطر آن است که خداوند بر هر چیزی تواناست. اوست که شب را در روز و روز را در شب فرو میبرد. البته خداوند شنوا و بیناست. این قدرت بی نهایت به خاطر آن است که خداوند حق است و هر چرا غیر از او بخوانند آن باطل است. البته خداوند بلند مرتبه و بزرگ است. آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد، آنگاه زمین سرسبز گشت؟ همانا خداوند دارای لطف و آگاه است. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و در حقیقت خداوند است که بی نیاز و ستوده است. آیا ندیدی که خداوند آنچه را در زمین است و نیز کشتی‌هایی را که به امر او در دریا می روند
برای شما رام کرده است؟ و آسمان و کرات و سنگ‌های آن را نگاه داشته تا جز به فرمان او بر زمین نیفتد؟ و او کسی است که به شما زندگی بخشید، سپس شما را میراند، بار دیگر زنده می کند. البته انسان بسیار ناسپاس است. برای هر امتی آیینی قرار داده ایم که آنها به آن عمل کنند. پس نباید در این امر با تو نزاع کنند که چگونه آیین تازه‌ای آورده ای. مردم را به راه پروردگارت فراخوان، همانا تو بر راهی راست قرار داری. این نوع عبادت را از کجا آورده ای؟ چون این عبادتی در هیچ دینی نبوده است. و اگر کافران با تو به جدال برخاستند، پس به آنان بگو خداوند به آنچه شما می کنید آگاه تر است. خداوند در روز قیامت در آنچه اختلاف داشتید میان شما داوری خواهد کرد. آیا نمیدانی که خداوند آنچه را در زمین و آسمان است میداند؟ همه اینها در کتابی چون لوح محفوظ ثبت است و این ثبت بر خداوند آسان است. و کافران به جای خداوند چیزی را می پرستند که او هیچ گونه دلیلی بر آن نازل نکرده است و آنها نسبت به آن هیچ گونه اطلاعی ندارند و ستمگران را هیچ یاوری نیست. و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده می شود، در چهره کسانی که کفر ورزیدند نشانه های انکار را می شناسی، به گونه ای که نزدیک است به کسانی که آیات ما را بر آنان می خوانند حمله کنند. به آنان بگو آیا شما را به چیزی بدتر از این خبر دهم؟ آتشی که خداوند به کافران وعده داده است و چه بد سرانجامی است. ای مردم، مثلی زده شده است، پس با دقت به آن گوش فرا دهید. کسانی را که به جای خدای یکتا می‌خوانید هرگز نمی‌توانند حتی مگسی بیافرینند، هرچند برای این کار دست به دست هم دهند. و اگر آن مگس چیزی از آنان برباید نمی‌توانند از او باز پس گیرند. طالب و مطلوب هر دو ناتوانند، هم پرستش کنندگان و هم معبودان. مشرکان خدا را آنگونه که شایسته اوست بزرگ نداشتند. قطعاً خداوند نیرومند و شکست ناپذیر است. خداوند از میان فرشتگان و مردم رسولانی برمی‌انگیزد. همانا خداوند شنوا و بیناست، آینده و گذشته آنها را می‌داند و تمام کارها به خدا بازگردانده می شود. ای کسانی که ایمان آورده اید، رکوع کنید و سجده نمایید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک انجام دهید، باشد که رستگار شوید. و در راه خدا جهاد کنید، چنان که شایسته جهاد در راه اوست.
شما را بر همه امتها برگزید و در دین اسلام هیچ گونه دشواری بر شما قرار نداد. آیین پدرتان ابراهیم را پیروی کنید، او که شما را از پیش مسلمان نامید و در این کتاب نیز چنین است تا این پیامبر بر شما گواه باشد و شما نیز بر مردم گواه باشید. پس نماز برپا دارید و زکات بپردازید و به ریسمان خداوند چنگ زنید که او مولا و سرپرست شماست. پس چه خوش مولایی و چه خوب یاوری.